کمیته حزب حاکم کمونیستی چین در پکن پلنوم یا جلسه 4 روزه حزبی را شروع کرد که انتظار می رود حضور پرزیدنت سی جین پین را در قدرت تقویت می دهد. بر اساس قرار جلسه انتظار می رود سال آینده در انجمن حزب کمونیست مهلت سیوم ریاست جمهوری جین پین تصدیق شود. درباره اهمیت جلسه و سیاست‌های چین در آسیای مرکزی پیش از برنامه صحبت داشتم با مرحت شریف جان شارح رادیوی آزادی و نخست از او پرسیدم انتظار اصلی از پلنوم حزب کمونیستی چین هموار شدن راه جین پین به مهلت سیوم پرزیدنتی است و این چیز آیا به معنای غصب قدرت نیست؟ В условиях коммунистического Китая говорить о узурпации власти در شرایط چینی کمونیستی درباره غصب قدرت صحبت کردن دشوار است. گپ در اینکه بعدی در سالهای 1980 حذف شدن مقام رئیس حزب در مقام کاتب اول یا رهبر حزب کمونیست پیش از جین پین چند رهبر دیگر کار کردند. اینها دزیاند زمین و هو جینتاو می باشند. این دو نفر 2 بار 5 ساله در قدرت بودند. حالا اگر جین پین به مهلت سیوم رهبر شود او بعدی معاد زیدون رهبری می شود که درازترین مهلت در سر رهبری حزب بوده است. ظاهرا همین طور هم خواهد شد چون در امر آمادگی به پلنوم جین پین را با معاد زیدون مانند می کنند. خود پلنوم کاری 100 ساله حزب کمونیست چین را هم ارزیابی می کند. он как бы подводит итоги 100-летней работы данной партии. آیا این قرار به روابط بین المللی چین با کشورهای دور و نزدیک از جمله آسیای مرکزی که پکین سرمایه گذاری کلیدیش می باشد تاثیر خواهد داشت؟ Это будет означать, что политика Китая в отношении این به آن Запада معناست که سیاست چین نسبت غرب به تغییر می‌ماند. تغییرات کلان نمی‌شود. تغییرات احتمالاً در بخش مقاومت بیشتر در قلمروهای تایوان، هنگ کنگ، ولایت شینجیان اویغور و تیبت مشاهده می‌شود. روابط با آسیای مرکزی هم تغییر نمی‌یابد. برعکس، همکاری و حضور چین در منطقه بیشتر می‌شود. سیاست سی جین پین از دزیان زمین و هو جینتاو با آن فرق می‌کند که او در مقاومت با غرب با شیوه سخت‌تر و دائمی پیش می‌رود و حضور چین را در آسیای مرکزی سخت‌تر و بیشتر توسعه می‌دهد. увеличивать присутствие Китая в Центральной Азии. مرحت شریف جان شارح رادیوی آزادی درباره نشست کمیته حزب کمونیستی چین و تاثیر آن به سیاست‌های آینده این کشور در جهان و آسیای مرکزی صحبت می‌کرد.